و به خاطر آور وقتی را که ابراهیم گفت پروردگارا برایم بنما که چطور مردگان را زنده می گردانی. خداوند گفت آیا باور نداری؟ ابراهیم گفت چرا نه، ولی برای اینکه دل من آرام گیرد چنین تقاضا کردم. خداوند گفت سپس 4 نوع از پرنده بگیر، سپس آنها را به هم آور، یعنی توته کن و به هم آمیز. بعد از آن بر هر یک از این کوهها قسمت از آنها را بگذار، سپس آنها را بخواه. ایشان به سرعت به سوی تو می شتابند. بدان که خداوند صاحب قدرت منعی و با حکمت است. مثال آنانی که دارایی خود را در راه خدا خرج می کنند مثال دانه تخمی است که 7 خوشه و در هر خوشه 100 دانه می رویاند و خداوند برای هر کسی که بخواهد چندین بار زیاد می کند و خداوند گشایشگر و داناست. آنانی که دارایی خود را در راه خدا خرج می کنند و در نفقه‌ای که کرده اند منتی نمی گذارند و آزاری نمی رسانند، برایشان ثوابشان نزد پروردگارشان است و بر ایشان ترسی نیست و نی هم ایشان اندوهگین می شوند. سخن پسندیده و گذشت از خیراتی که در پی آن آزاری صورت گیرد بهتر است. خداوند بی‌نیاز و صاحب حلم است.